غذای یهویی اسرانه یهویی. باور شما غذای مزه‌دار آوردم دیگه. اینو دوستا چی آوردم؟ واکن بیا. کچر قروت. یک خوار کچر قروت نیا. لغتک. انجام لغتک هم دیگه تو مزه‌دار با مدل ایرانی. لغتک. چیزایش دستمال داریم چیز کن با دور قاب وقتی آمدن چیز شد یک کف خیمو پاک و خیره. اینا رو میمانم دعا بخوانین نخورین دیگه از نواسای میاد. نه جو فایده دیگه. مش فایده دیگه بخواد دنبال فایدهش نگردی اصلا. خیره؟ میگم نه بر نواسای می خوار مخصوص از اونها گفت سیب زمینی بر ما ساخت. کوچی شدن؟ باش که میان یا نه معلوم نیست. آن زارات تخم جشتاده بر خورده واسه تخم جشتاده کرده. کردم خو. ها؟ برگره. گره افغانستانی. بگیرین دیگه سلام علیکی خیلی دوسته بکنین. سلام دوستا امیدوارم که خوش باشین. روزار به خوبی و خوشی بخیر تیر کنین. امروز آمدیم باز پارک آمدیم. دوره هم جمع شدیم. دل ما خواست که یک دفعه اسرانه بیایم بیرون. دیگه زنگ زدم خوارم هم میگه یک جای شدن جای شما خالی. آمدیم با این فضای باز که اینجا اسرانه بخوریم. جان میگه دوستا خالی. یعنی خوش خرچی من دادی. سلام خانم سلام. سلام دوستا به بلک تفریح ما خوشم. کسی سلام عزیزا. غذای ما خوش صحتمندین. بنده خود در سلام علیکی با من. ما جنگ خیلی خوب کنیم. خدای باز خوبه خوش صحتمندین. خدا کنه هر جای خوب و خوش و آرام باشین. آمین. سلام دوستای عزیز به برنامه میله ما خوش آمده. اسرانه خوری خوار. برنامه میله یک خوارمی. این سفره ما رنگ برنگ. بیچینین. یک کلاس که خراب شد دوران جای شما خالی. سبزی خوردن مزه‌دار، ترشی مرچک، دیگه ترشی. واکو خوار غذای دیگر واکو. غذا اصلی خواه کنم خو یخ میشد دیگه از دست شما. میوان بر شما آوردم این دل شما غش کرد میوان بخورید. اینا نوش جان. از میوای ما. میگم دیگه این چیزا داره دیگه مشکل میخواین نداره. چیز بزنیم امروز صدا زیاد نمیره. میکروفونار بزنین. بمانه. امروز یک جغم جگر مدل جدید بر شما پخته کردم. این خسته کو دیگه. نخوت انداختم پیش. نخود سبز. ببینم که چی مزه میده خوار. امروز یک جگر مدل جدید. خیلی نخود سبز کردم گفتم ببینم چی مزه میده. خوردن نخوردن خالی. گر کنات بزنم نمیشه اینجوری صدا نمیره. نه پره بکتشون. دوستا جای شما خالی دیگه اسرانه خوردیم. منال بخیر سفره مفرح جمع کنیم. کم خونو کم میشه. چای بخورید.
خنکا به خدا اگه چای بخورین گرم بیاریم. تازه میخواستیم از میان یخچال شب بیاریم نبود. نیه یخه ما ساعت یک لیوان خوردم توش امروز نبود من یک لیوان دیگه مانده خدا نظر نشو یکم هوا خوبه دیگه از می خاطر خاک شلوغه مردم زیاد آمده شلوغه خیلی شما تک بس بندوبست چای و میدان کنیم اتو بیخی زمستان طولانی شده نمیره دیشو میگم چیز میگه بابای اولادا میگه چی رقم کارم چرا سال تو طولانیه بیخی نمیره طولانی شده خلاص نمیشه خوشترش من نمیره اینا یک سبا ریزه. گفت شما بیروش میله جای بریم گفتم قرارم تو خوب سنگین سنگ واره بخانی بجاق خوش. بشی سبا بارانه. گفتم بارانه هیچ جا نمیری خد مردالش من داره خوشتره به خدا جان میگو خد مرداس هم نیه گفتم میگم ما اون روز رفتیم و گفت ما میله رفتیم شما برین با بارانه چند که شما میفهمین و میله شما میله شما میله بارانی میرین برین خدا نگهبان شما بهش نقشه کشیدیم اگر نرفتیم مگه خانه رنگ رنگ کاریش کنیم سبا خانه رو ببینه و رنگ میکنی کل اگر افتم کار نرفتیم کرده جای دیگه. اگر نکو رفتیم گناه داره بیچاره گفته یک مسلمان کار که میشده خدا نگهبانش میگه فلا نکنین مادر مردر مادر مرد دیگه بیچاره یتیمه. مادرایشان خب مرده دی خدا بیا مردشان مادر مرده از راستی مستن دیگه هستن بیچاره میگو مادرایشان مرده آخه جمع کنیم که شما یک ساعت تو دیگه باش که دوستای ما میاین میگم آشنایم السلام علیکم دوستان خسته نباشید شما خوب و سالم و سلامت چی آواز تصویر نکشید جاشم حال قضاوت کردن خیلی راحت شده برشان یک هر کدومشان یک چیز آمدن نوشته کردن اما تو که با غیرت داری این غیرت نیه که بیا یک مسخره کنی اگه واقعا غیرت داری نمایت کنن بازو میگن غیرت قضاوت نیه اینا سودیه میسوزن از بخالت و از جایلت میگه فهم میزنن به خدا میسوزن خودشان جرات ندارن شما که هستین شیرزنای افغانستان هر کسی دل و جرات نداره مثل شما واری میسوزن به خدا میسوزن از سودی و بخالت دیگه کاری ندارن خنده میمانن یک مسخره میکنن او با شرافت خود لیاقت خود میدانه میفهمه که ما چقدر لیاقت دارم آفرین بشن امروز هوا خوبه دیگه میگی آمدن هم افغانستانی ما و شما هم ترکا بعد از چند وقت دیگه کم سم شد من صبح باز باران میگیم شانس شما دیگه چکار کنیم روز که شما تاثیر بله باش ببینیم مگه باران کم بود شدید نبود میریم که شما یکی سوا گرم شد که لباسای آدم کم شد بیخی بالیم آدم میپوشن اخواست کردیم تنگیم میشه دیگه بخیر نزدیک از جامعه که میریم شاید یک خودش هفته دیگه نینوگا که بگی او نینوگا که دیگر سگو که بالاشان در روسا که خول مندازون باشه که زنده من خودم اندازم چه سفیده که وقت خول عروسا که مندازون یک نفر نوشته کرده بود البته ما سایت همین نفر که برنامه ما مانده بود رفتن وا کردن مثلا گفتن باش ببینیم این کی هست که بر ما نوشته کردن رفتن وا کردن نه تنها که بر ما نوشته کردن یعنی فیلم مارماندن برای بیشتر مردم همی کار کرده یعنی همی کارشه این خودش مریض ذهنیه مریضه بله مریض ذهنیه دنبالی هم چون فرصت میگرده دنبالی هم چون آدم میگرده که باشه چیز جدید یعنی تیک تاک بیایم یعنی یوتیوب بیایم هم میگی بلاگران مسخره کردن هم میگی هم میگی فیلم ماندن اونایی که با افغانستان اونایی که با پاکستان هم میگی مسخره نه کردن باید تیمارستان ببریم این مریض ذهنیه ولی من خوشحال میشم که مثلا بفهمم که چند درصد از مردم ما مثلا اینا که بر ما
کامنت نوشته کردن، یعنی شاید 10 نفرشان بد گفته منفی باشن، باشن. ولی 50-60 نفر دیگهشان کامنت های خوب بر من نوشته کردن، بیشترشان حمایت حمایت کردن. خیلی از دستشان درد نکنه. خوارای ما، برادرای ما گفتن خوش آمدن، در حالی که ما نزدیک 1 سال و خورده میشه که چنل برخوا کردیم، ولی اونا فکر میکنن که ما چنل ما تازه عاده. گفتن که خوش آمدن، بعضیا گفتن موفق باشین، بعضیا گفتن قضاوت نکنین، مردم خوب میکنن، هر کس حق زندگی کردن داره. هر کدومشان مثلا 1 نفر 2 نفر نه، زیاد ما و شما داریم. معنی فضای مجازی هستن، مثلا یوتیوب چنل دارن، تیک تاک دارن. این خیال مشکلی نیه، این زمان قدیم نیه، این فکرای قدیم نیه که مردم میکنن. ولی دوستا خواهش میکنم از او دوستایی که میمانن فیلمار معنی تیک تاک و معنی اینستا و معنی جبر مسخره کردن و ریشخند زدن، لطفا این کار نکنن. خواهش میکنم از پیشن. از امی شخصیم که این برنامه رو بر ما مانده و جور کرده، خواهش میکنیم که یکم خود تداوی کنه، تداوی کنه. یکم خود تداوی کنه. ولی ما ناراحت نشدیم، کسی که به این عرصه میایه، به رسانه میایه، به تصویر میایه، یعنی منتظرم چین چیزایی هست نوشته میکنن برشان، آدمای مریض پیدا میشه. کار خوب نیه، جهالت بیعقلیه. والا مردم تاو میده، بد میگن، چی فایده؟ از این جاهلیت، از این فکر که یعنی مغزشانه بیرو شون، بله. نمانن به گذشته. این به گذشته گیر کرده، این نفر که بر من نوشته کرده این مانده. شجاعت کنه، مردانگی کنه، غیرت کنه، بیا می تو برنامه درست کنه، برو به منظره، برو خود نشان بده به دنیا. به دنیا تنها ما خونیم، 1000 تا مردم برنامه دارن درست میکنن. ماندن برشان کامنت ماندن، گفتن که برین شما اگه میتونین خود شما میکار کنین، همه تو چنل برخوا کنین، اگه جرأتش دارین برین، کس به شما نمیگه، از جیب شما چیز نمیره. در حال حمایت نمیکنین دوستا، قضاوت هم نکنین. بعضیا که نوشته کرده بودن که اینا مثلا از بیپولی و از نداری میاین، از نداری نمیاییم، ما هیچ پیسه کسی نیازم نداریم که بیاین کس بر ما دسترازی کنه به ما پیسه بدین. ما به این عرصه که آمدیم بیشتر به خاطر خود آمدیم که یکمی از آل و هوای مهاجرت و از تنهایی و از فکرای دوربر ما گرفته بیرون شیم. یکم بیرون میریم، بازار میریم، خرید میکنیم، 1-4 کلمه گپ میزنیم، 1-4 نفر میبینیم، یعنی از او حال و هوایی که داریم میخوایم خود دور کنیم. ما به خاطر پول نامدیم که نوشته کردن که قندهار رو به مردم معرفی کنیم، به دنیا نشان بدیم، بشناسن قندهاریا که چی مردم یعنی میمان نواز، با غیرت، با شجاعت، هر چی که بگویی قندهاری باریش تمامه. اینا پشتو زبانن، فارسی گفت میگن پشتو زبان نیم، من دلی قنداری ما همیت درجه دارم. نه ما از مردم فارسی زبان قنداریم، زبان ما همیت لهجه داره دیگه. بعضم آدمای چی باشن آدم بگوید، اما بهتر که آدم چیز نگوید. خدا هدایت کنه، خداشان هدایت کنه، الله هدایت کنه. کامنت منفی نداره، ما دا گمانی 100 تاش اگه 2 تاش منفی باشه. پس برادرام حمایت کردن دیگه را جوابشان دادن، به غیر از که ما جواب بدیم خودشان جوابش گرفتن. از پیش دوستای ما جوابش گرفتن. البته جواب ابله خاموشیه. ما شنرمندم دیگه بر خدا. کسی که خوبی من میگه خوبی سر راش بیاید، کسی که بدی میگه باز خوبی سر راش بیاید. بعض ما میگم خداوندم چه آدمای شفا بده، الهی آمین. ذهن مریضشان هر چه زودتر شفای عاجل نصیبشان شو. آمین آمین. از او بر مریضات چیز کنیم. نه خواهمه تو آدم هم که شفا پیدا کنه، به نفع امام است، به نفع مملکت امام است، به نفع خودشان هم است که هر چیز زودتر شفا پیدا کنه. لشخندم نکنن، دل نشکنن، دل شکستن هنر نمی باشد، دل به دست هر کج اکبر است. برنامه بعد خداحافظ. بریم بخیر خوشمالیم. داره و تاریک داره تاریک میشه دیگه. از دوستا خداحافظی کنیم.
خب دوستا تا ویلاگ بعدی و برنامه بعدی هم میگه شما به خدای مهربان میسپارم. شیر لایک سابسکرایب فراموش نشو. منتظر نظرات و پیشنهادات هم میگه دوستا هستم. خب زایدن منتظر برنامه جدید من باشین تا برنامه بعدی بکرد. خداحافظ دوستا. شب و روز خوش. من گفتی امیدوارم از تیما ناراحت نشد. انشالله که دوستان ناراحت نمیشن. ما اینا که گفتم یادآوری برای بعضیا گفتم که زیادی با زندگی دیگران دخالت میکنه. دخالت میکنن. از او خاطر وقتی دوستا خوش خداحافظ. خداحافظ دوستا.